آقایون بچه های فاضلاب، صبح زیبای گویتون بخیر. مخزنی که هست داخلش گو می باشد، گو. تصفیه خونی اصلی فاضلاب تهران. دیگه نگاه کنید، دیگه کانال های که از اینجا از این قسمت دویتو میای او برلاده او میای از اونجا میره تای استخاب. کنم گوشتی برتر بیان که استخاب ببینی. نه چند مدل استخاب اینجا ببینیم. اون چیزک سبز در حال رفتن میبینی، حرکت میکنه آروم آروم. دست خارخاشار میگیره از داخل کانال. او تای از اونو نما کنی، یکی برتر داخل از اون استخام هر کدوم چند تا داره. برو بگیر. آره بعد از اونجا میتونی میای داخل از این مخزن ها. فهمیدی؟ یک مخزن اینجا یک کنمینه که منو دو تا اونجا، یکی اینجا یکی اینجا، چهار تا اینو به هم چسبیدن. مثلا اینو 4 تا دو خورده. نگاه کنید. بعد پشت سر از اونو هسته. بعد از این جگا میره به ساختمان سیاه کلون. از اون جگا باز میای به طرز اینا. اینجا که بیای باز مرحله که گاز گرفته میشه. از اونو گاز که گرفته شه، باز از این جگا میره به دو پشت یک دیگه به نام آکادا داره. باز اون جگا چیز گرفته میشه، برق گرفته میشه از اونو. او که هست از اون جگا بعد از زیر از اون میای به داخل یکی از اینا، باز میده به این جگا که این جگا که آب تصفیه شده. یعنی این مخزن این جگا آب تصفیه شده. از این جگا دیگه میره به داخل زیباسازی های شهر. خود از این هم دیگه بزرگه دیگه. این یک بخش فاضلابه، بفهمی؟ این یک بخش اینه. بزرگ قسمت با صدها بخش داره. دیگه این که هست پمپای داخل میبینی، این پرداداری تو باید بچرخه، هی هم بزنه. بفهمیدید؟ ولی کشته به هم میزنه تموم چیزا. یعنی این جگا مگر میتونه به هم بخوره. این خراب شده، به خاطر که خراب شده مگر خالی کنیم. حالا پمپ انداختیم اینا شلنگ از تازی میره به تازی یک دیگه میره. دیگه هم شلنگ او مونه. باز هر چند دقیقه باز یک ای میگیریم که بیشتر شورشه که پمپ بکشه اونا. خدمت شما هست. گوبازیه به چای فاضلاب. چی گوبازی برای انداخته مزید تهران. نموشون که میرم 7 خرگنده بوی میگیرم. یه وسیله خود منه دیگه. یعنی با تای اتوبوس اگه بودیم میگفتن یه افغانی تخو بریده. میفهمی؟ یعنی شانس دارن که دیگه وسیله خود ما داریم دیگه، میریم مستقیم خور میندازیم به عمو.